دکتری تسلیح سگزدگی هست یعنی کود میکنه رنگی سگ میچسبی و با اون که خلاص میکنم حافظیش هم شنخه گوش کن حافظات پول نمیتیم خیلی حافظی میکنه اینا شیرینه و گوش کن ما عروس یافتیم کارا همه شد 5 بر پشت عروس آشی توی ماشید رنج عروسه بگی ببر با پیش مرسدس تا پوشه و پری گنج اینجا مرسدس بسیار ایکمان کناشه نامرای مرسدس 13 و 55 بگیرم شد عروس 88 سوار کنه وعده کرده تمام شریف ولتیبو گروه ماشین محکم کنه توبه گرو خدایا نکن با درست کار کارم پدرش او دا بچه های حرف بشه رو خود میگیرم سلامت من یک خواهش دارم ده یک قرصه سمیمی برای سانچه شود بسیار درست موضوع را نقض یافتن با اگر خیلی پرابلم های دیگه را حل کردن ممکنه امروز که روز خوشبختی است که از ساحه دختر مرا اینجا فکر کردم که برآمد آورده مرا اینجا رحمت چی بودم من اینجا تماشا آورده بوده اینقدر خم دیدم اینقدر حلاوت بردم با عروس وعده کردم سلامت باشه سلامت مرحبا اجازت دسته صفکش راسیست با قدم صفی سرود خانان بنزدی من مخش نیزام آزاد و ما همه تا آزاد گفتم کماندیر شما فقط نظام آزاد گفتن ما را نه ما همه تا آزاد گفتم آزاد خوش دست شرکان من خودتان خوب میدانید که امروز عید نوروز است شما را به این مبارکباد گفته به شما عمری دراز عمری با برکت خواهانم و در دوام خدمتتان به شما بردباری ها و وقت میخواهم که به خانه های خود بعد خدمت حربی با سری بلند روید. تشکر کماندیر. سربازان و یه مهمه نبودگی در شما چیقدر خراب بلاغ شدگی؟ ای شما را نون میتین یا نه؟ او میخره ما خواهد نمیدونم مکن و چه میخره که ایخه خرابه؟ گشنه؟ ما یک قدم پیش تو چی؟ سیب سیاه رنگی خیلی سوختگیش دای کماندیر جان من پیش چست آمدن خوشو بدم صف سفید کاو قیمت بدم همه چست آمدن ما رو در دخوفکه سوزوندم و در دخوفکه سوزوندن تو هیچ نگو کی سوزونده تو را؟ سربازو خوینه با مفروشم خدمت دادم؟ نه کماندیر و تو را سوزوندن برای چی که خرابی؟ اوخی ما کماندیر جان خراب نیست اوخی تو را نون میتین اوقاتون میتین؟ کماندیر جان اما سرجانت های کلان اکو هوای اوقات میخنم میام ازشون نموده میگم تو در مزه شما بگن جونا جد گذر رو دیده؟ یک قدم با پیش اومد تو را با پیش گفتم کجا کی میرای؟ رفیق کماندیر من روز اوقات خوردگی بودم جد گذر چی خورده بودی؟ شتا شبو تو در پاس هم جد گذر بوتیف نظام ما کماندیر و تو کاری و کماندیر ایست این رو چی گپ شید؟ زنبور گزی و زنبور همی قلب میگذم قدر ورا میکنا
کماندیر جان زنبور نه گزدنشید همین برادرم گشنه و بابل زد کشتی او آنم خیلی شرکای من اتفاق باشه نمانه که یک کیک با بین شما بگذارم کیک جاش ایفته مگذاره کماندیر یک خیره باشه بیما چیوخی تو باید دست خدمت نکنی آه رفیق کماندیر احسن نه شعر بینه همه تو رنگ همی شعر شوه احمد پیش خدمت چی کمه کردی با تحصیل میکردم در کجا تحصیل میکردی؟ در مؤسسه تعلیمی پتهو آفرین و تو دست در کجا طرف دادی؟ رفیق کماندیر همین وقتی که همی سیزون پختچینی بود همون وقت یک ابلا ایپون یک دود زدن ابلا و گفته بعد من همون بولو دیدم که ابلا اومده همین طرف دستم اون وقت دستم بود همین دستم ابلا و قپی من یک دود دیگه زدم ایس مردم پختچین ایس خلقمون اومدن های طرف قپیدن بعد خلاصه در من یک نیم ساعت کشید با یک خیرخوش یک دست همینجا مون کشید دست در طرف ابلا چکم مون او بعد تو چیکار کردی؟ ما مجبور شدیم آیدیم دست ما دبرولم بیاییم اوزی دست دکجو در مرزه که در دکترخانه انمی چاست بعد تو خدمت کردم میگردی هم خیلی داشت همه خدمت میکنیم اگر گفتن خدمت بسری بلند بود کنی سوارکه کده جوش نمیمونه اگر روی سوارکه کنه ما افتگه میکنیم که پیش نمونا رحمت رفیق کماندی آفرین همین مسافره که در پشتی چشم زندگی میکنه کو کلا یا من کجا میدونم کلا چیه هوا اومده شکایت داره که سربازای شما 15 مرغ مرا دزدیدن کماندی دروغ میگه چه مسافر درشش تو پیش نوفش دروغ میگه شما دزدیده نه گشنیف من یک قدم پیش تو دزدیدی نه تو دزدیدی نه کماندی کو قسم بخیر کتی کنم کنه من ندزدم جود گذار نادی دیف تو دزدیدی نزا و چی دا؟ او بولا آخه چی دا بالا؟ ایجا دا نونه نون تو سگره فعالی اون خیلی باید بولی دیگه تو دزدیدی تو چخنه تو این الان گرود کن تو کماندیر من ندزدم سیب سفید چیدی؟ من بوداکی من خیلی سفید قسم بخکو مرا بگیم گفت قسم نخیر قسم بخو مزه ندادوخی قسم بخو چه خیلی قسم میخرانوخی بخو چه خیلی که نمیا خوردن تو نم بخو باز یا شوارن خوردم با چه خیلی بخنو قسم ای بالاش بخو حل شوا مالا شنم درول کن کرم کنم من ندیزدم کنم میشه تو ندیزدم رفیق کماندیر وازبینه ما بچخه به یاد دست میدزم وازبینه ما تو باوری نداری من ندیزدم رفیق کماندیر من خیلی گونه کنه و بول خیلی شما ندزدی شما با کلا نمیگیری همه جده دنبال شما اخی اون ملادوی بیچاره‌ای چیکار کردن نمیتونن با ساعت خواه میرن با اجازه شما میخیزن با اجازه شما او میخینن ده حرفشون با پخته او میچکنه و شما ندزدی ها؟ اون نه نزدی اوزی موجد دختر کریم فاوردگی ای گریز با بیار که ما خما تاوبا نمیکنم ای تو پرسیدم که کی تو تاوبا میکنه اونه خیلی اوزی استاد شما را ممکنه ای اسباب نداره که وار که میفهمم 30 سال سرچکاری داره این به اسباب هم میفهمه شما را سلام علیکم استاد شهادت میگی رحمان همین سربازای ما گناه وزمین کرده گیان چی گناه کرده؟ این مرغای همسون مستفدی در پیشی چند من زندگی میکرده گیره هم مستفدی بیچاره زندگی شهری زردی توخ میرون دوزی گیان ای کماندی روزی گفتن یه دو کرده روز نگاه کشید ای استادی سه پریچوز کلیش دای ای زمونه پیش رفته بخیر میشه تصفیز شکنه استاد کنی حالا تبردار ای دوزی نمیبروه اون که میگو میره دا 800 گرادوس گرمی میگی سوزون دیانش این دخوفکه ده من سوزون دگیان این گرمی دخوفکه 800 گرادوس هم بوده یومونه
کنی دهان تاوی که کنی ای پوشکش رو کتنی دوی تو چی؟ کنی اوی که دهان تا پوشت نگی دادرش خار مرده کماندیر بابا استاد من تدا میگم که همین دوزیدگی های مرو برو ای استاد یا دست دارا نه من میگم همین دوزیدگی ها تو دیدگی ای به انصاف تو دیدگی نه رفیق کماندیر ندیدم بخدو ندیدم او بالا اعتماد میکنه رفیق کماندیر استاد شما که جو فهمیده او کماندیری را بینوخیر همون تخم خیلی را ننگی زردی تخم باری زب زرد چیده تو دیدگی نه رفیق کماندیر تو دیدگی نه رفیق کماندیر او بالا اعتماد نکنه تو من این رود سفید نخواهد را تو من تو دیدگی نه انصاف داری انصاف داری ایش کده نمیگی نه مرا فرمان دادم کی فرمان داد یک سیب سیه بین امود آمد طرفم همونجا رفیق کماندیر فقط دندانوش میتو یک گوشنی آمد همونجا گفت میری همو پشت هم چسبانده مرغای میگیری میای من رفتم همونجا یک تشا برداشتم او 14 تا دیگه شما چی آوردی؟ فوتبال کرده تا همجا را آوردم تو فوتبالیست هم ده دوز ولی دلیت را در کزارمه حال میکنیم تو باید یه دست 15 مرغ دوزیدی یه دست دیگه میداشتی در چست تانکه نمیمون کماندیر جان بابا استاد میگم شما را من هم مرغا خوردگی چی؟ نه شما کی جو فهمیده؟ اوازاد را این کسل زکام بریم برو اینا خوردگی هم آدم گذشته استاد باری دیگه شما را خوش اومده میگه تشکر برای دوزای افتادتون ولی من شما قطعی علایده صحبت دارم یاد سرباز دیگه را کلیزمه کردن در کورا تو دوزی نوبکار تو مشنی تو ولی اگرم یه دست دیگه میداشتی نمیدونم من میگه چیکار میکردی این آش نمیمونده این صحنه همشه میخوردم من میدونم تی اژدهاری سربازو به نزدیکی نماینده ها میاید شما یکان سرود تیاره که با شرمنده نکنی همه را او رفیق کماندیر کو بخوان؟ بخونه معسکری نو ترسه از خدمت نمیترسه دشمن کی حمله کنا در آب چسب میگریزیم ای آفرین خیلی شعره ترسونچه که 10 تا دیگه از یاد کنید جنگ کشید سمالیات نه و بعد از بعد سربازا را در پشتون گرفتم بروی او نو مردو نیسا موضوع باشخونه قدم زنان ای بچه نه چوکر نه بردارید سلامت باشید. وقتی نمایش دستورخانه ما یک جایی از نظر گذراندیم تمام اون سمنک های سبزیدگی پختگی هزار اسپن همه یکی در اینجا بود حتی در اونجا مثلا شیر با کدو برنج جوشانده شده بود همش خلاص لیکن از دست چپ یک خوراک دیگر بیبی حاجی سعادت اپای مهربان سلامت باشن همه جان رفتن یک خوراک شناس شدم غندلمندی که از تحمال مناسب خمیر و شیره خربوزه آماده کردن و این بعد من آوردن رحمت همین قدر گفتم که همین یعنی چی میشده باشد با زبانی اگر تاجیکی ترجمه کنیم غندلمندی شد همین شیره خربوزه گفتیم و باقیش نیافتیم نیافتم نه چنگالی نیست این لبای با طرز پخته شده است که حلیمه میپذید که درونش گوشت دارد خمیر و همین طرز است درونش شیره خربوزه دارد آدم های دولینی دار ارزو نکنید این خوراکه من یافتم چی معنی داشته غندلمندی شد غندلش با زبان لقای جمشید میشده مندیش برای من
رحمت مادر عزیز سلامت باشید. البته دیدید آمدن بهار همه کار با وجه میبیارد، احساسات بلند میشود، زندگی محبتش دیگر میشود. با این خاطر که باز از این خاطره های زندگی ما و شما فراغت بریم، ترانه و سرود رقص و بازی شما رو تماشا کنیم. اینک نوبتی چشمانی شهلا داره گل دختری تاجیکی، با عجب گفتاری زیبا داره گل دختری تاجیکی، با عجب چشمانی شهلا داره گل دختری تاجیکی، با عجب گفتاری زیبا داره گل دختری تاجیکی. پرپری زلفانی زرافشانی را، سلسله جنبانی بدخشانی را، ابرو کمان دختری سانی را، خنده مستانه کلامی را، جلوه های دخترکای غر میرن، جلوه های دخترکای غر میرن، جلوه های دخترکای غر میرن. زلفکاش دانه دانه در یار منی بیا بخانه، ای من عاشق تو ماهی یگانه، زیرا بوسه گیرم کسی ندانه. زلفکاش دانه دانه در یار منی بیا بخانه، با من عاشق تو ماهی یگانه، زیرا بوسه گیرم کسی ندانه. دیوانه نمستم چرا دل با تو بستم، نه دیوانه نمستم چرا دل با تو بستم. من عاشق شیدا طلبکار تو هستم، من عاشق شیدا طلبکار تو هستم. زلفکاش دانه دانه در یار منی بیا بخانه، با من عاشق تو ماهی یگانه، زیرا بوسه گیرم کسی ندانه. زلفکاش دانه دانه در یار منی بیا بخانه، ای من عاشق تو ماهی یگانه، زیرا بوسه گیرم کسی ندانه. زلفکاش دانه دانه در یار منی بیا بخانه، با من عاشق تو ماهی یگانه، زیرا بوسه گیرم کسی ندانه. زلفکاش دانه دانه در یار منی بیا بخانه، با من عاشق تو ماهی یگانه، زیرا بوسه گیرم کسی ندانه. قربانت شوم شانه بر موی پریشانت شوم، ای کب که خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی پریشانت شوم. ای چادری گل دوزی سرانداز تو، ای گردی لبانت شکر انداز تو، ای صدقه شوم از قد و از ناز تو، ای بردی زی من صبر و قرار سنم، ای کب که خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی پریشانت شوم، کب که خوش رفتار قربانت
شوم شانه بر موی پریشان شوم گلک یار منه یک شب مهمان من ای میده گلک جان منه کی شوی مهمان من ای عجب عجب نازی توی میده گلک یار من ای رقصای فرنازی تو میده گلک یار من شکفته میده گلک یار من در بری رخساری توی میده گلک یار من از دورو می نمایی میده گلک یار من خنده کنان میایی میده گلک یار من شد کشم بده واره میده گلک یار من ای ظالم جان از کجایی میده گلک یار من ای میده گلک یار من کی شوی مهمان من میده گلک جان من یک شب مهمان من میده گلک یار من کی شوی مهمان من میده گلک جان من یک شب مهمان من دسته در عذابم دلدی بچاری استرابم دلدی دسته در عذابم دلدی بچاری استرابم دلدی سهر شد شب نمی آرامیشی سهر شد شب نمی آرامیشی بگریم درد خوابم دلدی بگریم درد خوابم دلدی دل دل آدیلا دیلا دل دلدی بس است آخر حیا کنه دل دل دیگر ترک خطا کنه دل دل بس است آخر حیا کنه دل دل دیگر ترک خطا کنه دل دل و یا از عشق دل بردست بردار و یا از عشق دل بردست بردار و یا من را رها کنه دل دل و یا من را رها کنه دل 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 آدیلا دیلا دل 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 آدیلا دیلا دل دل دل
جنبانی بدخشانی را ابرو کمان دختری ساری را خنده مستانه کلامی را جلوه های دختر کوی غرمی را جلوه های دختر کوی غرمی را جلوه های دختر کوی غرمی را زلفکاش دانه دانه یاری منی بیا بخانه ای من عاشق تو ماهی یگانه زیرا بوسه گیرم کسی ندانه زلفکاش دانه دانه یاری منی بیا بخانه او من عاشق تو ماهی یگانه زیرا بوسه گیرم کسی ندانه کسی جسارت کرد خیلی زحمت کشید مرامت بید من او فریدتون نگم چی میترسید بین نازم ووید و سنکتا بوده یک هستن قد بلنده در قد بلنده در قفا قد فسته پیش دقت نشه طرفی دستی چپ بخواته یا راست قرصک چپ برای سردختری طرف راستی من هر شانه شد 30% شد کم برای دستی چپ برای سردختری دستی راست دوستان عزیز ارجمند کدامش پذیرتره همش پذیرتره بین اختان یک تتا معین کنیم که من جسارت شما بینم کی است جسارت دار کی است اولیم و دیلاروم هم رومولی که مده افتاد بشه کنیم محمد جون بیشه اولیم و وظیفه دار کرده می شود که با چشمای پوشیده سردختور رو خیلی لمس کرده بدونه که کدامش کلکیه ما این کنید مثل که یک بار هم باشه حیالا بینه که چی کرتا داشته کرتگاز در جایی هم باشه دیل زپا میبینید خب نیمیز начали мужчины женщин здесь и мужчины и женщины да давайте به چشم میپوشیم 5 قدم قفا چشمشو میپوشیم سر دخترها اگه شما قطار بستین انجا من قفاتون نمیستم شما دو قطار بستین یا بین یک نزدیکتر شما بین اول باید نبونه که بوده کشیم به جاتونی واز کنی کارا کفیسی بیرون کارا که بایم بیرون خب کی گریزی بیسی بیرون Короче, щупай, не бойся. Я موسیقی فورا مونده لازم تو جابجا کردن دخترویا خفاتر برای دولیم و اپای دختروی عزیز خب اومدن موسیقی فورانتر بود جازتر کردن گیره تیار شدن گیرن ریتم کتی گیره دیگر نوروزی گرونتر انا
همه قرصک زند یکان کس گپ نزند که وقتی موسیقی را آوازه نمیفهم یا بینا آقامون خیلی رو مرحبا به میکروفون رو بدم گفتم گیرم یه رسیده باشه پس موسیقی تمام موسیقی تمام ماشون من نجمیدگی این کس سردختور نه جواب کی با نباشم درست دختر همه دستشون ملاییم من برو دیخانه درست شما باید قدم قفایستید دیگرش هم مرحمت دیگرش قبل نشوه Akmal. نام شما اکمال رحمت دور نروید مرحمت دامون تیافه دامون دادن میدید درست نجم شما کرد Кожаный Аламрот. یک کنی شرف شون چشم چخه کنی اولی مثل جو نه نمیبینم مرحمت نوبت دیگه Baranda. Mikrofona میرسد کی؟ نشیناخته اوز این طرفیسه پیشتر بید لپجون میبخشه شما پیشتر بید بلنگوی اگر رسد پیشتر بید بیه Так. Опять Фируза. نه نمیبینم خیلی دوام اتی بیه آرامه دا پر پیشتر Кто-то из медработников. همه ужасно лечу Начну. درست نوبت دیگر کس شده جواب Так, галстук. Галстук нет. Это худжик. یا خرسر بزنیم یا خرسر بین پیش مولا داریم شم بتیم توفه خودی نمیرم برامون تجربه زیاد بزن مورا بزن خرسر بون نشید بو خرسر رحمت اوز سردختر رو نروید سوهای شما کمان شو بدیم سلامت باشید بعد این سیانسی نوبتی میکشید فهمیده شما رفتین سیانسی نوبتی من از دست راست از دو سردختر خواهش میکنم خواهش قطعی ایستن از دست شما دو سردختر هم اینجا ایستن 4 نفر ایستن دیگر رو جایشان گیرن پیش ایستن شد دیگر رو دست چپ قفا دست راست کودکا شما میبخشید ادب تاجیز از نور الهی بیمان بر سر بره هر جا که خواهید خواه خوش اومده مبارک شود افسوس کمک گیتارم بید چون که بلنگوی کاری نمیرسه آواز بخ شما قفا خلا نرسونید ای برادر اینجا بید شما تستر من یک کنکورسی نوبتی دیگر استاد این بیمار این کس شما طبیب این بیمار رو برو ایسته
فقط کفوتر کشون استید که بینم فقط قرصک خنده دیگه خلال نرسونه مادر از اجازه یک دخترک مادر لازم است خواهش قطعی یکم دختر جوان بیاد خواهر جان اینجا مرمت کنی دهنی در بودگی ها بیرون در گفت زنه رو برو اینا استی بیمار شما فهمو؟ خب دو نفر دیگر یک دختر که زیبای دیگر مرحمت خواهش قطعی بیاد خیزت بیاد خواهر شما بیمار این کس که میشد بیو خب از این طرف استید کشور اپاچه اونجا استید میبخشید شما نزدی اون کس خب تیار شدیم موسیقی تیار کنیم خواهش بکنم بین تو را بیارد بین گویم بین تو را بیار کی کنه بین استودیو بین تستر چمه ما کی را گفته بودم بین بیار کشوی دیجا استید کشوی این بینتی شما نرسه دوله نرسه این بینتی شما اپا خب این یعنی دوکه تازه شای این تلفن یک شما دو دسته کار میکنه رو برو شما در ایستادگان بیمارا خدا وای نکرد نگهبان باشد و این بازی در حالت خیلی وزبینی جرد شدگی تمام جای شکستگی یاری اولین راستو هم میخواه کنی که بهتر همین جوازی در نزدی همین بیمارا را بینقتی چو بکرد بپیچوند یک تیار شدیم دو سه شروع کردیم مرمت قرصک موسیقی کجا شد از موتی هم را پلا رحمت بیچونایی بین تبیده سراشون هم زدگی کفیدگی شدم و برای تو میخونمه وای بین جانمه هر شام و سهر فقط تو را بازمانمه بین جانمه همه جای سر عاشق تو نمونمه وای بین جانمه دختر خندونمه تو در جونمه خندونمه تو در جونمه کشتی مرا بنازد کشتی نمونمه کشتی مرا بنازد کشتی نمونمه کشتی خندونمه فکر و خیال تو شده بوده میدان تو یاره گفتی که میام منتظرم در خونه میدان تو یاره آکاره نکنی ای مشهد میدان تو یاره عشقی من و تو در کوچه میمانه میدان تو یاره شد اصلا پرسیدن که بین تو این خیلی کندگی و ریختگی و هم خیلی وضعیت دافی در کن برای ما حاضر میبینیم رفیق بیمار کفوتر بی من همه جایسته ایستی طرف گرده بیچوره شما پیشتر دخترها قفا استید بخشیش قفا استید ما میدونیم کی که معالجه کرد قفا استید باید بیمار رو بینگرید یک تا من خودم یکانجا در خوندگی نیستم زاغ در گلگشت بلبل قرقر میکند شما در حیات دخترها رقص کسلی دیدگی نیستید همه قرصک میزنیم میبینیم کدام کسلی از بهترین دانی اولاد رقص میکند بکت پیشا نکنید
метем ки кадоме аз ино дурусттар дар ҳолати яъне бемории мо. Якум номи шумо хоҳарҷон? барои Шаҳноза қарсакел чӣ хел печонда шудааст? мана дасте ки дастошаш бамбу раст карда натонистам гармо. номи шумо? Ширинҷон. Ширинҷон. ранги талхакбек иҷоза мекунад. барои Ширинҷон қарсакел бидем. номи шумо? Валиҷон. Валиҷон пештар асте. бечора касали рехтагӣ дай рехтагӣ якон. қарсак шумо бобаро Валиҷон. Валиҷон. шток накаш. Истар бебахшед. шумо усугзаред. касалам баъзеш кар мешад усугзар. хоб номи шумо? Мунира. Мунира. дар ҳаёта мехе беморе меафтад ки серьёзный беморе. барои як дасту я саробастагӣ рахт меги хилояд. қарсак барои хоҳари мо. шуморо табрик мекунем барои ҷои аввал гирифтан. бисёр ки барои Ширин бисёр қарсак задан. муборак шавад. саломат бошед. касано озод шумо бошад. ҳама иҷода не фақат пору мешавад сана берун. инора чинан кане Абдулло. тоза кирен дора. раҳмат. устод Шарипов. барои меҳрубонии ҳамаи ҳамкоро, барои дастурхонҳо, барои ташкили ин баъз, барои даъват кардани аҳли ҳунар, ромишгаро, ҳамаи онҳое ки дар базми наврӯзӣ имрӯза хизмат карданд, сар карда аз қувваи барқ, овоздиҳӣ, ба наворгирӣ, аҳли ҳунар, ромишгаро, ҳамкорои азиз, сарбаланд бошед. доимо хел таманно дорем дар хонадони шумо файзу баракати хурсандӣ бошад, роҳати зиндагиро бидед. ин ҳозир устод бо қисми ҷанбасте барои мо шумо натақбир. ҳама кӯшиш кардааст, ҳама хеле заҳмат кашид, ҳама аҳ таҳти дил хизмат кард. мо аъзои ҳакамон аз рӯи номинатсияҳои гуногун баҳо додем. дастурхони ороиши дастурхони наврӯзӣ, рақсу суруд, озмуни варзиши куштигирӣ, саҳначаи ҳаҷвӣ ва анъанаҳои наврӯзӣ ки дар ин ҷо ба намоиш гузошта шуда буданд, аз рӯи онҳо мо баҳо додем. агар бо тафовут аз соли гузашта бигирем, имсол дар дастурхони наврӯзӣ имсола агар огоҳ бошед, 7 мим ҳам илова карда шудагӣ буд. ва вақте ки аъзои ҳакамон боздид карданд аз дастурхонҳои наврӯзӣ, танҳо дар дастурхони наврӯзӣ маркази саломатии ноҳиявӣ унсури 7 мим ҷо шуда буду халос. дуруст бигум? имсол 7 мим буд, порсол 7 буд, имсол илова 7 мимам буд. ва ягона дастае ки унсурҳои 7 мимам ҷо карданд, ин дастаи марказ буд. инҷа ман аз як лав дастурхона баҳо додем, сар кардем аз сари киштии боло, уман ҷамоати сари киштӣ, хоб маркази ноҳиявии мубориза алайҳи бемории сири ноҳия, минбаъд маркази саломатии деҳоти қиблаӣ ки хеле хубу ҳама аввали саҳар дар ҳамҷа буданд, хунукия хунук нагуфтанд, ая ҷои баланд омаданд. ва марказҳои саломатии деҳоти ҷамоати чортепаи ноҳияи рӯдакӣ ки 3-4 даста буданд ки зери ливои як даста 3 маркази саломатии деҳот баромад кард. минбаъд маркази саломатии ноҳиявӣ, маркази саломатии деҳоти Зайнабобод ва маркази саломатии деҳоти 4 Гултепа ва маркази саломатии деҳоти Гулистону Россия якҷоя.
اگر کسی یادتون برما نباشد در این بعد ما باز خواهیم گفت که کی در کجا خوب بود. برای دستورخوان اگر یگون نفری باشد که زید براید که مثلا از مرکز ما خوبتر بودیم ما قبول داریم. مرکزی سلامتی نویاوی قریب که 15 متر جای گرفته بودن و بعضی کشیده دوزی ها و دیگر چیزها هم داشتن. مهم همش حفمی هم جو کرده بودن. برای دستورخوان با مومینی جا بین جا قیمتی مومینیش جا بین نزدیک بین ما جای سیوم برای آرایش دستورخوان سال نوی اجدادی با جای سیوم با هم دسته بیماری که مرکزی نویاوی مبارزه با ضد بیماری سیل و قبله‌ای ما اینجا کنترکت مشکلی هم کشتیم بار کنیم بسیار چیزای خوب هم بود. من فکر میکنم که همه لایق قرصک هم میدونن که جای سیوم با مرکزهای سلامتی هم قبله‌ای و هم بیماری سیل داده شود. برای آیینش دستورخوان نوروزی جای دویم با دستورخوانی که دو جماعت از طرف راستی ما آماده کرده بودند این نوشابه روسیه گلستان و جای یکم خیختون گین که کجا آخران گم بزنیم آخران میگه مایره برای معاین کردن آزمونی ورزشی برای سپردن جایزه ها من خواهش میکردم هر سه هم پهلوان دخترکا باز روی میدان بیان. حلیمه چوگلتپه سرکشتی تمنا و اپای زوفیا اپای تمنا اپای حلیمه جای یکم ای طرف چپ جای دویم ای طرف راست جای سیوم ای طرف راست راستا غلبه کنم برو نباشم صحنه حجوی ما بسیار کوشش میکنیم که هر اقدامی که میکنیم با قوه خودی شود درست صحنه اول آری از هنرمندان مرکز بود و نفر غیر نبود همه کارگری خمو بودن یعتش 35 سالی کاری داشت صوفیخه یعتش 15 سال و یعتش نیمتش ممکن بازی منازکی با کار اومده بودن صحنه حجوی بین یک قرصک زنیم برای دسته یکم برای دسته مرکز اناکه برای دسته چورگلتپه یک چیز دیگر فرزندای کارمندای تیپ بودن در هر صورت فرزند بودن ما بیگانه نمیدونیم لیکن در هر صورت وقتی که آزمون است آزمون شرط خچه دارد ما شرط بیرشته نمیتونیم بنابراین لازم دانستیم که برای صحنه حجوی جای یکم با دسته مرکز داده شد و جای دویم سزاوار دسته مرکز سلامتی دیهاتی چورگلتپه برای نمایش عنصرهای نوروزی ما اعضای حکمان به خلاصه آمدیم که دسته چورتپه جای سزاوار جای اول است برای چرخکشی و برای نمایشی بعضی چشم بعضی انانه ها از مرکز بیماری سیل بود و جای سیوم برای دستور که انانه های ملی
با دسته زینب آباد داده شد. در رقص و سرود وقتی که هنرمندی میکند حتی سویت هم که مرد اینا خواهم نیستادن. کدام دسته بود؟ سر کشتی. سویت اومد با یک دسته یکی یک نمایش خوبم کردن و بعد از این باز زمانهایش هم پیشنهاد کردن. همه قبول داره که سر کشتی جای اول باشه. ما فکر میکنیم که سزاوارن. و جای نمایان جای سزاوار باید دسته چهارگل تیپا برای رقص و سرود بهتریشون که فرزند کارمند تیپ نوحه خدمون بود، دستپروری گویا که فرزند خدمون است. من خواهش میکنم یک قسم برای هم کودکی که سرود خانگی بزنم. جای دویم برای رقص و سرود با دسته چهار تیپا زنان کتی که برادر رقص کردن کنم. جای سیوم برای رقص و سرود جای رقص و سرود با دسته چهار گل تیپا. کی به توفه موند؟ کدام سر کشتی؟ سر کشتی برای رقص و سرود جای یکمه گرفت. با کی میخواه که یکم جای تیم شد؟ گفت زنید. بیکارا خیمه میگون کی بودن؟ اینجا اعضای جوری بودن که همین دیدن نمیدن قدی گفتن ایستازه و بیزه گفتن اوسان است باور کنی بچه ها ایره میگی گندتری خوبتری بسیار کنی وزدین است و بها دادن هم وزدی بکنه ادنه که وقتی که ناحقی میشه همون کمتر ما خواستیم که دیلماندگی نشود. در هر صورت اشتراک حتمی بود او کیفیتی کردیم برای خدمون کردیم ثبت میشه ممکن 5 نسل و 6 نسل و 7 نسل شما تماشاش میکنن. باور کنیم ما پرساله همون این یابر بینه که کی بود و کی ایکار رفت و متاسفانه کی از دنیا رفت. پس ولی باید ممکن قانون حیات ما تغییر داده نمیتونیم. امروز گذشت دینا در نمایش نوروزی وقتی که ما گیاهای شفابخش پیشنهاد میکردیم همونجا اگر اهمیت داده باشید من گفتم که او گلی که امروز قاقه است زمان او هم سرسبز بود. قبول داره نمتون؟ همون گلی قاقه که روی صحنه مانده بودیم روی میز مانده بودیم یک بار اندیشه کنیم به دیروزی همون گله هر لحظه غنیمت است. یاران خوشنودی و خرسندی کنیم. اگر ذره توانسته باشیم که در خرسندیش ما شریک باشیم تمام کوشش را ما کردیم ما سرفرازیم. اگر کمترین لحظه خرسندی و خوشنودی شما دا اگر ما شریک شده باشیم توانسته باشیم که شما دا خرسندی تیم من سری تعظیم فرود میارم با نفرانی که سهم داشتن. من سری تعظیم فرود میارم با رامشگران و نوازندگان و مطربان و برنده خیلی زیبا و خیلی یک جذابه که در سطح جمهوری آبرو اعتبار دارن و کلی نفرایی که امروز جمع آمده بودن. هر یکی ما غنیمتیم و من هم غنیمت شما هستم. اگر لازم دارین یا قرض برای روبرتو انا که ای خرسی عید خوبتر برای نفرایی که این کار تشکیل کردن. من فکر میکنم که هنرمندایی که در سطح جمهوری امروز نفوذ دارند حاضر در پسی سرنشتن بعض ما دوام دارد توفه های برای که حال جنجال نشود و از این ارزش بلند دارند راه برده میتونن نمیتونن بنابراین بهتر میسپاریم میبینید سند دلیل اثبات قطعی میگیریم میبریم. نوروز مبارک باشد همتون عزیز سلامت باشید. بار دیگر سلامت باشید دوستان شریف میرزا عزیز همه اونایی که این بزم نوروز را تشکیل شدن.
شد و لاله خوش رنگ برآمد یعنی بلبل و تماشای دف و چنگ برآمد یعنی مرغان هوا جمله بکردن پرواز یعنی مرغ دل ما از قفس تنگ برآمد آمده پیشتر فلک پروای پیغمبر ندارد فلک پروای سیم و زر ندارد عجب رسم است رسم آدمی زاد که عمرش می رود خبر ندارد برای دمی غنیمت کامدین جون چند سرود تقدیم میکنم منامات ارواش کرده خوش آمدید مبارک باشد نوروز جان هر کامدین فصلی بلنزی شده باشد خدا بخشد برای اصول باید جامشید حریبی یک خرسه میزه سرودا برای شما زیبا باشید سرسامی جامعاتی سلامتی جامعی سرودا برای شما آستینه تجو بادم برو یار یاره عاشق جسوز برو یار یاره آستینه تجو برو یار یاره عاشق جسوز برو یار یاره آستینه تجو برو یار یاره عاشق جسوز برو یار یاره آستینه تجو برو یار یاره عاشق جسوز برو یار یاره Shri
Ay,